یک بار به خدا گفتم که یک چندرغاز عمری دادی دمار من در بود، چی میخوای از جون من؟ در گوشم گفت خودم میندازم تو دل رنج، خودم هم نگرانتم که بهت آسیبی نرسه. گفتم خب یه بارکد به من بده، چی میخوای از من؟ فرمود تمام راحتی بیرون تو قاتل رشد توه و تمام آرامش درون تو لازمه رشد توه. گفتم بهار تو و من کیه؟ بهار مشترک من و تو کیه؟ فرمود یادت نره تو برای اولین باره که میخوای 50 60 70 80 سال بندگی کنی، من میلیاردها سال دارم خدایی میکنم. بیا یه بارم شده دستو بذار تو دست من، این همه دستت به سمت دیگران دراز بوده. گفتم چجوری دستمو بذارم تو دست تو؟ گفت هر وقت دست مردمو گرفتی دست تو دست منه، اون همون بهاریه که تو دنبالش میگردی.